درود به دوستان عزیز و همراه به کانال خودتان دکتر طبیعت خوش آمدید. موضوع امروز خاصیت ضد سرطانی خرمالو. خرمالو یکی از میوه‌های قدرتمند ضد سرطان میباشد چون سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و ترکیباتی است که رشد سلول‌های سرطانی را مهار می‌کند. در ادامه دقیق و ساده به آن می‌پردازیم. خواص ضد سرطانی خرمالو: 1. سرشار از آنتی اکسیدان‌ها مثل بتا کاروتن و لیکوپن. این ترکیبات از تخریب DNA و جهش سلولی جلوگیری می‌کنند و مانع شکلگیری سلول‌های سرطانی می‌شوند. به ویژه در پیشگیری از سرطان پوست، پروستات و ریه مؤثر هستند. 2. وجود ویتامین C فراوان. خرمالو حدود 2 برابر پرتقال ویتامین C دارد. ویتامین C سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و از رشد تومورهای سرطانی جلوگیری می‌کند. 3. وجود پلیفنول‌ها و تانن‌ها. این مواد ترکیبات طبیعی گیاهی‌اند که مانع تقسیم بی‌رویه سلول‌ها می‌شوند و مرگ سلول‌های سرطانی را تحریک می‌کنند. 4. جلوگیری از التهاب مزمن. التهاب یکی از عوامل اصلی ایجاد سرطان هاست. خرمالو با داشتن فلانوئیدها التهاب در بدن را کاهش می‌دهد. 5. سم‌زدایی از بدن و کبد. مصرف منظم خرمالو به پاکسازی کبد و دفع مواد سمی کمک می‌کند که این خودش مانع تجمع مواد سرطانزا در بدن می‌شود. 6. تقویت سیستم ایمنی. پتاسیم، منگنز و ویتامین‌های گروه B موجود در خرمالو سیستم ایمنی را قوی‌تر می‌کند تا بدن بهتر با سلول‌های غیر طبیعی مبارزه کند. بهترین روش مصرف برای خاصیت ضد سرطانی: روزی 1 عدد خرمالوی تازه در فصل آن، ترجیحاً صبح یا میان بعد عصر، در کنار میوه‌های آنتی اکسیدانی دیگر مثل انار، سیب یا زغال‌اخته بخورید تا اثرش چند برابر شود. از خرمالوی خیلی رسیده استفاده کنید چون میزان آنتی اکسیدان در میوه رسیده بیشتر می باشد. دوستان و همراهان عزیز، با لایک و سابسکرایب کردن کانال خودتان می توانید از ویدیوهای جدید اطلاع پیدا کنید و در انتقال این منابع ارزشمند سهیم باشید. با تشکر فراوان. دوستدار شما دکتر طبیعت.